باشنده های ولایت غزنی هستم، خانم پناهی، مسئول امی صنایع دستی. چقدر وقت میشه که شما مصروف صنعت صنایع دستی هستین و چی میسازین؟ تقریبا 8 سال میشه دیگه. دست‌دوزی و دستبافی که هر چیزی که باشه مثلا باغ و دوخت است. طوال چیزا رو ساختین؟ کلاه است، دستکول است، لباس است، چی هست؟ لباس است، لباس های زنانه است، لباس های مردانه است، واسکت است، کلاه است، دست‌دوزی و دستبافی، پیرانای تفلانه است. اینجا شاید باز ببینید در نمایش است. دیگه تو چیزا هست دیگه، هر چیزی که بخواین هم می‌بافیم هم می‌دوزیم. فروش این صنایع چگونه است؟ خلاصه میشه به چند جشنواره محدود یا نه؟ شما در بازارم فروشات داره؟ در جشنواره هم اشتراک میکنیم، دکانم داریم، در عدی نوابت دکان داریم، ما در دکان هم فروش میکنیم. فروشات چگونه است و خصوصا تا یک سال اخیری که مریضی کرونا و ناامنی ها به وجود آمده روی کاروبار شما تاثیر گذاشته یا خیر؟ یک کمی دیگه فروشات کم است به خاطر که کرونا است دیگه، کس قدر آروسی و چیزا نیست، ما فروشات کم است، تاثیر داره. جنگ و ناامنی چقدر تاثیر کرده روی جنگ و ناامنی هم تاثیر کرده دیگر. اگر هم باشد در ولایت کم باشد فروش هم است دیگه، کاروبار هم زیاد است دیگه، ناامنی که باشد هم هیچ کار که نمیکنه. حمایت دولت از شما تا حالش چقدر بوده ایج نبوده؟ حمایت دولت دیگه هنوز نبوده. حمایت هم یک جشنواره که می‌بینید دیگه، حمایت از ما کسی حمایت نکرده تا هنوز. چقدر نیاز است که از صنعتکاران حمایت شود؟ دولت تقاضا داریم همین کسایی که صنایع دستی جور میکنن باید حمایت شوند از طریق دولت که پیشرفت کنن که رشد افغانستان یک ذره بالا بره دیگه. تشکر. زنده باش. باش.